امروز هم رسیدیم به داستانی از داستان صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شاگردی از شاگردان مدرسه نبوت. همونجوری که قبلا ذکر کردم، غالب این اسامی برای ماها ناشناخته است. علتش هم شاید عدم ممارست ما با تاریخ اسلام بوده، هممون به همین صورت، و هر بار که تلاش میکنیم ستاره‌ای از این ستارگان آسمان دعوت رو با سیرتش آشنا بشیم، میبینیم که برامون خیلی غریب هست. اگرچه این اسامی کمی غریبه، ناآشناست، اما وقتی که وارد سیرت زندگی اونها میشیم، میبینیم کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم این شاگردان قرار گرفتن، در مسیر دعوت پرورش یافتند، از جاهلیت نجات پیدا کردند و در اسلام مزین به آیین بندگی در برابر الله شدند و آزادی از هر بندگی و بردگی در برابر غیر الله. احساس الفت میکنیم، احساس نزدیکی میکنیم، دیگه احساس دوری نسبت به اندیشه و زندگی اونها نداریم، بلکه اونها رو بنده ای از بندگان خدا میبینیم که در این مدرسه الهی تربیت شدن و الگویی از الگوهای هدایت هستند. ضمن اینکه انسانن، مثل انسان زندگی میکنن، دارای حالات و نیازهای بشری، دارای خلق و خوهایی که هر بشری در هر زمان و مکانی داره، اما با تغییر در خودشون و قرار گرفتن در مسیر هدایت بهره مند میشن از موفقیت و نجات. داستان امروز ما داستان شفا بنت عوف رضی الله عنها هست. ببینیم شفا بنت عوف کی هست. ابن قیم رحمت الله علیه خیلی جالب میگه که اون چی که در اسامی مشخصه، وقتی یک فردی به یه اسمی مزین میشه، یه اسمی را همراه داره، اون اسم با مسمای خودش هماهنگی و سازگاری داره. وقتی یه اسمی زشته، یه اسمی بد هست، یه اسمی نفرت انگیزه، میبینی اون فرد هم اگر این اسم رو دارا باشه این حالات درش پدید میاد. ولی یه کسی که نه، دارای اسمهای خوب هست، شرایط میبینید تغییر میکنه. عملا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی که اصحاب پیامبر پیش ایشون می اومدن و ایمان می آوردن و با ایشون بیعت می کردن، دقیقاً ایشون اولین کاری که انجام میداد، اگر اسامی اونها اسامی بود که مشمئز کننده بود، ناراحت کننده بود، معنای زشتی میداد، این اسم رو از اونها برمی‌داشت، یه اسم خوبی میگفت. بگو از این لحظه اسم شما این هست. این اسمیه که میگه من از این لحظه برای شما میپسندم و اسم مناسبی هست. و این رسول خدا صلی الله علیه و سلم این روش ایشون بود در برخورد با همه این موارد. مثلا داریم که رسول خدا مثلا از اسمهایی رو که براش پیش می اومد، مثلا داریم در مورد عبدالرحمن ابن عوف که برادر همین شفا بنت عوف هست، ببینید اسم ایشون رو تغییر میده. اما ببینیم داستان خود شفا کی هست. شفا بنت عوف که ما داریم امروز در موردش صحبت میکنیم، این کسیه که در واقع در ولادت پیامبر، در اون لحظه تولد پیامبر، اصطلاحاً میگن اون ماما بوده یا قابله‌ای که در فارسی در قدیم میگفتن، و این جزو اولین کسانی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در آغوش خودش گرفته و رسول خدا رو تحت حمایت خودش قرار میده. و خب نگاه کنید، اسم مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمنه هست. اسم کسی که این رو به دنیا آورده یا قابله، یا اون به قول معروف کسی که مثلا مامایی که این کار انجام داده، میبینید شفا هست. آمنه از امنیت و اینها میاد، شفا هم از شفا و درمان میاد. کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو شیر داده، میبینی صوبیه هست که از ثواب هست. بعد کسی دیگه‌ای که پیامبر رو شیر داد، پرورش داد، حلیمه سعدیه هست، از حلم و بردباری و خوشبختی و سعادت. و خب بعید نیست، یعنی وقتی میبینید که شفا که قابله پیامبر، مامای پیامبره، این اسامی در کنار این رحمتی که للعالمین هست، ببینیم با هم کنار میان، کنار هم قرار میگیرن و زیبایی رو فراهم میکنن. بله، قابله ایشون، مامای ایشون شفا بنت عوف هست ابن عبدالحارث. شفا بنت عوف ابن عبدالحارث. مادر شفا با پسر عموی خودش ازدواج میکنه که به همین سبب میبینید که وقتی که عبدالرحمن ابن عوف هم که به دنیا میاد، عبدالرحمن ابن عوف برادر شفا هست،
اینکه ابن اوف هست چجوری هست؟ مثل شفا بنت اوف. ابن اوف این پسر عمو هستن و این اسامی که وجود داره وقتی به کتاب نگاه میکنید میشه عبدالحارث ابن زهیره. در واقع اسم ایشون کنیه‌اش ام عبدالرحمن هست، اما خب این اسم دیگه کنیه لقب بر شفا بر ایشون باقی مونده و مطرح شده. ببینیم این بانوی سعادتمند و خوشبخت کیه؟ شفا یکی از زنان فاضله و برگزیده صدر اسلام هست که این سعادت خوشبختی نصیبش میشه که بتونه مامای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قابله رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه از همون لحظه‌ای که پیامبر به دنیا میاد و وقتی که پیامبر دستان ایشون قرار میگیره اون رحمت‌ها و خیرهای فراوانی رو که خداوند نصیب پیامبر خودش داره میکنه ایشون این حس میکنه و این رو میفهمه، گویا که احساس میکنه این نوزاد با نوزادهای دیگه کاملا متفاوته و مواردی هم تاریخ نقل میکنه که حالا به خاطر اینکه در مورد صحت و سقمش من تردید داشتم اون موارد رو نمیخوام بهش اشاره بکنم، اما ایشون این حس بهش دست میده، این صدایی هایی رو هم میشنوه و مواردی هم هست که همه براش اثرگذار هست و خب دقیقاً این حالت همیشه در ذهن شفا بود که این نوزاد با نوزادان دیگه فرق میکنه و امام بوصیری هم در شعر خودش اشاره به این میکنه که در مورد شفا که میگه این شفا سخنی رو شنید و این سخن اثرگذار بود و این سخن مفید بود. خداوند دیگه حالا بگذاریم مگه ماجرا از این قرار که دیگه بالاخره شفا هم ازدواج کرد و با اوف که این اوف گفتم پسر عموش هست در واقع، حالا خودش بنت اوف هست، باز خودش اوف ابن بنی اوف باز اون پسر عموش هست یا عبد اوف پسر عموش هست، این با اون ازدواج میکنه و خب خداوند بهش فرزندانی رو میده که خب از این فرزندانی که بهش خدا داد میده یکی همین عبدالرحمن ابن اوف هست، فرزند خودش. من در ابتدا حواسم نبود گفتم که برادرش عبدالرحمن ابن اوف کی هست؟ فرزندش هست که خداوند عبدالرحمن ابن اوف رو نصیب ایشون میکنه. خب عبدالرحمن ابن اوف از عشره مبشره هست، جزو 10 نفری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون بشارت به بهشت داده و جزو اصحاب ششگانه‌ای است که عمر انتخاب میکنه که برای جانشینی خودش انتخاب میشه و اسم ایشون در واقع وقتی که میاد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیامبر اسمش رو عوض میکنه، اسم مناسبی نداشته، پیامبر میگه نه اسم تو از این لحظه به بعد عبدالرحمن هست. فرزندان شفا همه مسلمان میشن به مجرد اینکه بالاخره اسلام در مکه طلوع میکنه و ظهور میکنه. عاتکه به همین صورت هست که مسلمان میشه، دختری داره به نام شفا که این هم چیکار میشه، خواهر عبدالرحمن ابن اوف هست، مسلمان میشه. فرزندی دیگه داره به نام اسود که این هم مسلمان میشه. شفا جزو مهاجرانی است که به مدینه منوره مهاجرت میکنه، زنان مهاجریه که برای رسیدن به حقیقت در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده قرار میگیره و هجرت میکنه و این گونه رقم میخوره که ایشون در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ایشون که مامای پیامبر هست، مادر عبدالرحمن ابن اوف هست، چیکار بشه، از دنیا بره. و روایت خیلی جالبی در این مورد وجود داره که عبدالرحمن ابن اوف میاد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه آیا من میتونم برای اینکه به مادر خودم پاداشی برسونم یک کار صالحی انجام بدم و یک بنده ای رو، یک غلامی رو، مثلا برده ای رو آزاد بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بله این کار رو میتونی انجام بدی. اینجاست که این برای نیکی به مادرش بعد از مرگ این عمل رو انجام میده و برده ای رو آزاد میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه میگفتش که بهترین شما بهترین هست نسبت به اینی که به همسران خودش و به زنان خودش محبت داشته باشه. عبدالرحمن وصیت میکنه که حتی باغی رو به همسران پیامبر بدن، چون پیامبر خب ضمن که اشاره میکنه میگه که اینکه شما هم به من توجه داشته باشید هم به خانواده من. بالاخره محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نمیشه داشت تو اینکه بگی من محبت همسرانش رو ندارم، محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نمیشه داشت بگی من محبت فرزندان رسول خدا رو ندارم یا محبت یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو. این بود که عبدالرحمن ابن اوف خیلی سعی میکرد به پیامبر توجه بکنه، به خانواده پیامبر. و خب در هر صورت این شفا مادر عبدالرحمن ابن اوف هست، یکی از عشره مبشره که مسلمان شده در عهد پیامبر از دنیا میره و نقل شده که در همون ابتدای ظهور اسلام، در همون ابتدایی که اسلام ظهور کرد، ایشون به مجردی که شنید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم
به محمد صلی الله علیه و سلم به پیامبری برگزیده شده و دعوت میکنه، قبل از اینکه حتی دعوت پیامبر به اون دارالارقم برسه ایشون ایمان آورده بود، چرا که این حس کرده بود این نوزاد رو از همون زمانی که به دنیا آمده بود با نوزادان دیگه تفاوت داره و دیده بود که محمد صلی الله علیه و سلم دروغ نمیگه، دیده بود در امانت خیانت نمیکنه، دیده بود صله رحم رو به جا میاره، دیده بود که از شرک و خرافات بری هست، دیده بود رفتارهای متفاوت اون رو با مردمان جاهلی و قریش که در اون زمان غرق در جاهلیت بود. بر همین اساس می‌بینید فرزندان این مادر هم ایمان میارن و جزو برگزیده ترین افرادی هستند که ایمان آوردن و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار میگیرن. خب این مختصری بود فقط به اینکه ما آشنا بشیم با زندگی شفا بنت عوف و اینی که ایشون مادر عبدالرحمن ابن عوف هست، قابله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، جز نسل اولیه‌ای که ایمان آورده و رنج‌های سختی ایمان رو در دوران مکی لمس کرده، هجرت کرده و به مدینه میاد و فرزندانی رو هم در این مسیر تربیت میکنه. هر کدوم از اینها سرداران و ستارگان آسمان دعوت الهی هستند. خب تا درس دیگه و داستان دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.